اولین پرسش میتونه در زمینه تارنوازی در قدیم و در حال حاضر باشه و تفاوت‌هایی که بین شیوه‌های کهن و شیوه‌های جدید هست. یعنی رساتر بگم بنده، آیا شیوهی که آقا حسین قلی در واقع مبدع و مبتکرش هست بعدها هم ادامه پیدا کرد یا به شیوه دیگری تغییر کرد؟ از کنم آدم این در حسین قلی و درویش خان هم یه تفاوت‌هایی بود. بله. حسین قلی خیلی قدرتمند بود، خیلی مزرابش خیلی با قدرت بود، پنجه‌هاش خیلی با قدرت بود. از کنم موسیقی رو هم جزئیات موسیقی رو میگرفت، هیچ وقت صرف نظر نمیکرد و تکرار زیاد در چیزش بود، در نواخته هاش بود. درویش خان که آمد این تکرارها را همه را حذف کرد. از کنم نرمترم ساز میزد درویش خان، خیلی نرم و گیرنده و شیرین‌تر به هر حال نواخت. بله فوق‌العاده متشکرم. خواهش میکنم. استاد درویش خان قطعات ضربی رو در واقع اون هست که به وجود آورده برای کار دیگه، نیست اینطور؟ یا قبلا هم بود قطعات ضربی؟ چیزهای پیش درآمد که به کلی خلاقش درویش خان بود. بله. اول پیش درآمدی که ساخته شد درویش خان بود، درویش خان ساخت و دکتر خان اگر اشتباه نکنم اول درویش خان ساخت. اینا یک کنسرت هایی میدادن، درویش خان بود و مرحوم سرپاس مختاری، دکتر خان و از کنم که موشید همایون، شهردار که این آخری هم بود، حسین خان کمانچی کش، طاهر زاده، اینا بودن که پیش در آمد می ساختن زمنان بعضی هاشون. کنسرت ها رو می دادن به نفع ایتام، یتیمان در واقع. بندم جز این کنسرت بودم همیشه، البته زیر دست درویش خان. این کنسرت ها کجا قربون برگزار میشه؟ گراند هتل خیابون لاله‌زار. اول همون تنها همون بود دیگه. بله. در مورد درویش خان می‌فرمودید که قطعات ضربی رو در واقع اون خصوص در سازهای مزرابی بله او به وجود آورد و تار پیش از درویش خان با 5 سیم داشت. درویش خان کرد 6 سیم، یک سیم اضافه کرد به تار. و شایستگی بود، یعنی لازم بود این کار بشه. این سیم ششم جنبه واخون داشت فقط؟ تقریبا جنبه واخون داشت. جنبه خوبه، خیلی خیلی لازم بوده و بنده هم همیشه تعجب میکردم که چرا پیشتر از درویش خان این کار نشد. بله این کارم درویش خان کرد. اون وقت تفاوتی که سبک درویش خان باز با تارنوازی هایی که امروز ما باهاش روبرو هستیم چه هست؟ اون زیاد تفاوت داره، خیلی تفاوت داره. چپ مزراب راست مزراب به کلی تغییر کرده با نواختن امروز. راست مزراب چپ مزراب تفاوت کرده، 2 چپ 1 راست، 2 راست 1 چپ، همه اینا تفاوت کرده. حالا اینا یه موضوعی سلیقه‌ای بود. اون وقت سلیقه‌شون این بوده اون بوده و حالا سلیقه‌شون اینه. به عقیده بنده اون بهتر بوده. این اون شیوهی که درویش خان در واقع ابداع کرد، حسین قلی و درویش خان روی راست و چپ ها و چپ و راست ها، 2 راست 1 چپ ها، 2 چپ 1 راست ها، عقیده بنده اون صحیح تر بود. ولی حالا اینا مثل منسوخ شده. استاد ریزنوازی در تار اون زمان بیشتر مرسوم بود، بیشتر منقطع و قطره می‌زد. اینم عقیده بنده اون درست داره. به خصوص تار شما که ریزش خیلی معروفه. عرض کنم متشکرم قربان. عرض کنم که دستگاه ها مثلا جز منسوخ شده های کلاس 50 در صورتی که به عقیده بنده واقعا دستگاه مجذوب کننده است. راست 50 خیلی کم به کار میره اخیراً. اصلا هیچ زده نمیشه. هیچ. استاد در زمینه مکتب درویش خان بنده شنیدم که تارنوازی بسیار مجذوب کننده ای داشته. این مورد شما خاطره‌ای در ذهن دارید در مورد؟ یک روز یک تصادفی شد اونجا
که درویشان نتونست شاگردها را همه را راه بیاندازد. یه مدت مونده بودن، شاگردها نشسته بودن که مشق بگیرن. یکی از شاگردها که اسمش خان بابا بود، خان بابا خان گفت که یاپی جان، به درویشان گفتن یاپی جان، یاپی جان نمیشه اینا را همه رو مشق بدید، یه قدر برامون ساز بزنید. درویشان هم یه ناراحتی داشت، از خدا خواست که این ناراحتی رو با ساز موسیقی بیان بکنه. خدا رو شاهد میگیرم این مرد با ستار، تار نه ستار کاری کرد که همه این شاگردها هیپنوتیزم شدن. ما تو مبهوت بودن روی این، هم خیلی خیلی خوب میزد و هم شنونده ها اطلاع داشتن که این چی داره میکنه. این یک شرط فوق العاده است. این مستمعین خوب و آگاهی داشت در واقع. وقتی که سازش تمام شد، باور کنید هیچ کس حالیش نشد که این ساز تمام شده. چند ثانیه همینطور بود، هیچ بختشون زده بود. و کلاس درویشان بعد از خالی از شاگرد شد. همه گفتن که اگر سازدن اینه، ما امکان نداره اینطور بشیم، پس یاد چی بکنیم، چه زحمتی به خودمون بدیم. یکی از اونها که دیگه نرفت مشق بکنه این کم بنده بودن. یعنی خود شما در واقع سر خوردید، دیدید استاد خوبی بله. من 100% میدونم که درویش خان باشور نبودم. سنم هم خیلی کم بود. عرض کنم بزرگتون بعد بندم نمیرفتم دیگه، هر چی پدرم اصرار میکرد بابا تو اینجا رسیدی دیگه برو کارتو تمام کن. گفتم چی نمیتونم، نمیشه تمام. بالاخره پدرم رفت پیش درویشان گفت که مرتضی رو بیار اینجا من باش صحبت کنم. رفتم گفت بیا شاگرد خوبه من، بیا مشق تو بیا کارتو تمام کن. استاد من باز هم تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو قبول کردید. متشکرم قربان. و شاید این من باب حسن ختام سوال بیجایی نباشه که الان شما تدریس نمی کنید؟ نه قربان، نه دیگه سنم مقتضی نیست، ولی ساز میزنم. ساز میزنید؟ خیلی ساز میزنم، با خون اندرون شده با جان به در رود. زخمه‌های میداوود صلابت و ظرافت را در خود آمیخته دارد. ریزهای او به راستی شگفتی آفرین است. در صفحات قمر با همه نیروی مجذوب کننده‌ای که او دارد، شنونده از مهارت‌ها و ظرافت‌های تحسین برانگیز همراهی کنندش که کسی جز نیداوود نیست غافل نمی‌ماند و بی هیچ گزافه تار پرجاذبه نیداوود فضایی مناسب برای شکوفایی صدای قمر فراهم می‌آورد. استاد مرتضی نیداوود که اینک در آخرین سالهای 70 عمر به سر میبرد، همچنان با شور و اشتیاق به موسیقی میاندیشد و عاشقانه از آن حرف میزند. همچنان در میانه راهیم و با چشمانی جستجوگر به چهره‌های برجسته موسیقی ایران خیره می‌شویم، زندگیشان را می‌کاویم و هنرشان را برمی‌رسیم.